رسیدگی امیال نمیتون امیال دو فامیل سه فامیل در پارچه 12 زیر گل است نه بلدوزر است نه هیچ کسی نیست چی رقم خواست داشته باشه وخیم از سیلاب بسیار به اوجش آمده بود مردم زیاد منتظر ساختن مردم در حالت بسیار وخیم قرار دارم و به مردم باید رسیدگی صورت بگیره نهادهای ملی و المللی باید سر توجه جدی کنند در مورد پروان امروز نهادهای حکومتی تلاش زیاد کردن اما آن چیزی که فرق کننده نیست به مردم بس چند نفر 13 نفر 13 نفر از یک خانواده بله یک یک جا شهید شدن جسدشون کشیدین یک 5 تا